اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. رتب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان عزیز، در برنامه قبلی ما درباره فهم افعال و شروط ازی، کدام شروطی هستند که افعال خالق متعال باید بشناسیم. شروط اولی ای بود که ما باید افعال خالق متعال و صفات الله را در مجموع، چی مربوط صفات فعلی باشه یا صفات ذاتی باشه، تمام صفات الله سبحانه تعالی را، افعال الله سبحانه تعالی را باید به شکل توقیفی بشناسیم. این قاعده اساسی است که سر افعال و صفات الله باید فقط از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکنیم و در او چیزی را از خود زیاد و کم نمیکنیم. و معنای توقیفی همی هست که توقف میکنیم در آنچه که در کتاب و سنت آمده، زیادت، نقصان و اجتهاد نمیکنیم. چیز را زیاد نمیکنیم، چیز را کم نمیکنیم و اونجا در اجتهاد خود کدام فعلی را یا کدام صفت را اضافه نمیکنیم. دومی شرطشی بود که تکییف نمیکنیم. تکییف معنیش چی است؟ که کیفیت افعال و صفات خالق متعال سرش بحث نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از که صفات الله و افعال الله مربوط به غیب میشن و ما غیب توانایی نداریم که بفهمیم، بلکه آنچه در کتاب و سنت آمده او را میپذیریم و از کیفیت از او که این چه قسم کیفیت داره از او اجتناب میکنیم تا در کیفیت از او بحث نمیکنیم. و این هم گفتیم که ما میفهمیم که صفات الله سبحانه و تعالی و افعال الله کیفیت دارن، ولی ما کیفیت از این افعال نمیفهمیم. مسئله دیگه که ما سرش بحث کردیم که الله سبحانه و تعالی دارای صفات هستند و دارای افعال هستند که مثل صفات و افعال مخلوقات نیستن. از این خاطر علما میگن که لا نمثله، یعنی تمثیل نمیکنیم. نمیگیم که افعال الله یا صفات الله مثل صفات و افعال مخلوق است، مثل و مانند بر از او پیدا نمیکنیم و نمیگیم لیس کمثله شیء. همچنان در صفات الله سبحانه و تعالی چهارمین شرط ای بود که او را تشبیه نمی کنیم، لا نشبهه. پس این قاعده هست که به شکل توقیفی میشناسیم و تکییف نمی کنیم، سومش تمثیل نمی کنیم و چهارمش تشبیه نمی کنیم. این بحثایی بود که در برنامه قبلی خدمت شما دوستان عزیز تقدیم شد. من حیث مقدمه برای شما این بیان کردم. پنجمی شرطی است که باید افعال، صفات و افعال الله را، صفات الله را، صفات فعلیشه و صفات ذاتیشه تفویض میکنیم معنای این صفات و افعال به خالق متعال سبحانه و تعالی. تفویض چی معنی میده؟ تفویض از کلمه فوضه گرفته شده که ما در زبان دری و فارسی او را واگذاری میگیم، یعنی واگذاری کیفیت از او را به الله میگذاریم. و تفویض در اصطلاحی است که حکم نمودن به مجهول بودن کیفیت صفات الله سبحانه و تعالی که او را ما نمیفهمیم. خلاص تفویض میکنیم. ما صفات الله را و افعال الله را معنایش میفهمیم، اما کیفیتش تفویض میکنیم و میگذاریم
به خالق متعال سبحانه و تعالی. و اگر کسی از ما در مورد صفات و افعال الله پرسان میکنه، ما میگیم که ما کیفیت از او را نمیفهمیم و او را تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی و میگیم که افعال الله و صفات الله به همان گونه اند که به جلال و عظمت خالق متعال شایسته هستند. ما ایره تشبیه نمی کنیم، تکییف نمی کنیم، تمثیل نمی کنیم و تفویض می کنیم، میگذاریم کیفیتش به خالق متعال سبحانه و تعالی. اگر چند مثال را در این باره ذکر بکنیم، مثلا بعضی از افعال در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. یکی از این افعال فعل نازل یا فعل نزول که پایان شدن است. در صحیح البخاری حدیث را میخوانیم عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ينزل ربنا و تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا. این حدیث شریف میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ینزل نزول می نماید ربنا پروردگار ما تبارک و تعالی کل لیلة هر شب الى السماء الدنیا به آسمان دنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر وقتی که سوم حصه اخیر شب باقی میمانه. یقول الله سبحانه و تعالی میگوید من یدعونی فاستجیب له، پس کی دست دعا به بارگاه ما بلند میکنه که ما از او اجابت بکنم. من یسألونی فاعطیه، کی از ما سوال میکنه تا ما از او بدهم. من یستغفرونی، کی از ما طلب مغفرت میکند فاغفر الله، تا ما از او مغفرت بکنم. حدیث صحیح البخاری هست. پس در این حدیث شریف علما و مفسرین چی میگن؟ علما و مفسرین مثلا علامه آلوسی اینا در تفسیر روح المعانی که یکی از تفاسیر علمای اهل سنت است، علامه آلوسی چی میگن؟ اینا میگن که نزول و تقدس و تنزیه، یعنی الله سبحانه و تعالی نزول تقدس و تنزیه میکنه، لا نزول تمثیل و تشبیه، اما نزول تمثیل و تشبیه نمیکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی نزول میکنه. کدام نزول؟ نزولی که به قدسیت خالق الله سبحانه و تعالی شایسته هست، به عظمت الله شایسته هست. ما کیفیت ازیره به خالق متعال تفویض میکنیم، درباره کیفیت ازی بحث و تحقیق نمیکنیم و ایره تمثیل و تشبیه هم نمیکنیم. یعنی عقیده درست کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امی هست که ما ایره چی کنیم؟ با نزول الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشیم، نظر به این حدیث قبول داشته باشیم و تشبیه و تمثیل ایره نمیکنیم، بلکه کیفیت از را به الله تفویض میکنیم. فعل دومی فعل خوش شدن است. ما در حدیث صحیح البخاری حدیث داریم که امام بخاری و امام مسلم به شکل متفق علیه اونا چی میکنن؟ اونا روایت میکنن عن ابی حمزه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث است که میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلات متفق علیه. خب میگه الله سبحانه و تعالی بسیار خوشحال میشه. ببینید اینجا کلمه افرحو، بسیار فرح یا خوشی. یک کسی سوال میکنه که فرح و خوشی چگونه؟ ما میگیم چگونه به معنای سوال از کیفیت است. ما کیفیتش نمیفهمیم، میگیم بله الله خوشحال میشه به این بنده خود که توبه میکنه، به توبه عبده، به توبه بنده خود الله خوشحال میشه. اما کیفیت زیره تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی، انکار نمیکنیم،
تعطیلش نمیکنیم که بگوییم نه ایره ما قبول نداریم، ایره تشبیه هم نمیکنیم که بگوییم فرحت یا خوشحال شدن الله مثل فرحت و یا خوشحالی مخلوق است، بلکه ما میگیم که الله سبحانه و تعالی خوشحال میشه به مو شکلی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ما کیفیتش نمیفهمیم و با مخلوقات او را تشبیه و تمثیل نمیکنیم. به این خاطر است که خب در این حدیث میگه که الله بسیار خوشحال میشه به توبه بندیش وقتی که در یک جای میرن، در یک ارض فلا، یعنی در یک سرزمین میره که اونجا بسیار ریگستان است یا سرزمین خشک است و امو شطوری که داره و امو وسایلی که داره کل از اینا را گم میکرده باشه و وقتی دوباره پیدا میکنه بسیار خوشحال میشه، وقتی که ناامید میشه از شطور خود، از مال خود و پس او را پیدا میکنه بسیار خوشحال میشه. یعنی مثلا شما تصور بکنید شما در یک جای میرین، راه بسیار دور است، یک دشت بسیار بزرگ است و در این دشت موترتان به همراهتان است، لپتاپتان به همراهتان است، تلفنتان به همراهتان است. شما موتر استارت میکنین، در بین موتر کل چیزا میگذارین، تلفنتان لپتاپتان میگذارین و تلفنتان هم همه چیز گذاشتین، لپتاپتان و وسایلتان و پولتان و بکسک کل چیزتان همونجا ماندگی است. شما پایین میشین در همین صحرا. خب برای یک چند دقیقه کو طرفین پس میین که نه موتر است، سعی میکنین کل چیز ضایع شد. تا میدوین بالا میدوین میپالین یک وقت سهل میکنین که نیست. وای الله، در یک جای میشین بسیار خسته و یک مرتبه که چشمتان بالا میکنین که سهل میکنین پیش رویتان موترتان است، دروازه باز میکنین، اینقدر خوشحال میشین که سبحان الله. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله سبحانه و تعالی بسیار خوشحال میشه از اینکه یک بنده عاجز ازی اشتباهی کرده ولی به گناه خود اصرار نمیکنه، بلکه به بارگاه خالق متعال دست دعا بلند میکنه که پروردگارا توبه کردیم، اشتباه کردیم، بار دیگه این کاری گناه را من نمیکنم. الله بسیار خوشحال میشه. پس الله خوشحال میشه؟ بله. به توبه بنده خود خوشحال میشه؟ بله. از کجا دلیل دارین؟ از حدیث صحیح متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم روایت کردن. خب چه قسم خوشحال میشه؟ با خوشحالی مخلوقات رو تشبیه و تمثیل نمیکنیم، بلکه میگیم که عمو قسم خوشحال میشه که به جلال و عظمت خالق متعال سبحانه و تعالی شایسته هست. یکی از افعال دیگه که هم در احادیث آمده فعل ضحک است یا خندیدن است. ببینین عن ابی هریره رضی الله عنه، این هم حدیث صحیح البخاری هست، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یضحک الله الی رجلین، الله سبحانه و تعالی خنده میکنه در باره دو شخص کدام مردم هستن؟ یقتل احدهما الاخر، که یکی شخص دومی را میکشه، بالاخره یدخلان الجنه، یعنی یکی دیگر را میکشه و اردوشان کشته میشن ولی اردو قاتل مقتول داخل جنت میشه. یقاتل هذا فی سبیل الله، یک شخص از اینا مجاهد هستن در راه دین الله جهاد میکنن، در امیجا یک کافر اینا را به شهادت میرسانه. وقتی که ای به شهادت رسید ثم یتوب الله علی القاتل، سپس امی قاتل کافر که ای مجاهد به شهادت رسانده بود خود از این در یکی از بعد از چند وقت بعد مسلمان میشه، توبه میکنه و خود از این کافر پس خود از این در یکی از جبهات جهاد به شهادت میرسه. اینجا حدیث آمده سر یضحکو. خب ثم یتوب الله علی القاتل فیستشهد، این هم شهید میشه. بناهن اینجا گپ سر از است که از نگاه اعتقادی که در این حدیث شریف فعل یضحکو آمده. یک کسی از ما پرسان میکنه که در اینجا یضحکو آمده، آیا لفظ یضحکو را به خالق متعال استعمال کرده میتونیم؟ در جوابشان میگیم ما چون به قرآن و سنت باور داریم و احادیث صحیح است، بناهن آنچه در کتاب و سنت آمده بله چون آمده هست ما او را قبول داریم. خب چه قسم خنده میکنه؟ میگیم ما ایره با خنده یا ضحک مخلوقات تشبیه نمیکنیم و تمثیل هم نمیکنیم. کیفیتش ما کیفیتش هم نمیدانیم، به خاطر که کیفیتش مجهول است
خب وقتی که کیفیتش هم نمیدانیم خیلی چی میگیم؟ میگیم اما قسم ده میکنه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. مثل استوا، وقتی که از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد که کیف استوا، گفت الاستوا معلوم والکیف مجهول. ما میگیم الضحک معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه والایمان به واجب. خب همچنان از جمله از افعالی که ما در اینجا خواندیم فعل ضحک بود و فعل خوش شدن و فعل نزول. بلکه ببینید این افعال هستند که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. خب اینجا یک مشکل دیگی که اگر تفویض نکنیم کیفیت، چون بحث ما سر تفویض است، عالی افعال ذکر شده، حالا ما این اگر تفویض نکنیم برای ما چی مشکل پیدا میشه؟ آیا کدام مشکلی برای ما پیدا میشه از نگاه اعتقادی؟ بله، اگر تفویض نشن کیفیت از اینا به الله سبحانه و تعالی گذاشته نشن و سر از این بحث شوه و زیاد تحقیق شوه، مثل بعضی کسایی که در این راستا زیادتر بحث و تحقیق میکنن، میخواین در غیب داخل شون، سه مشکل پیدا میشه. مشکل اول مشکل تعویل است. اینجا بعضی کسا هستن که تعویل میکنن. چرا تعویل میکنن؟ به خاطر ازی که اینا در ذهنشان وقتی که نزول میایه، ببین ما گفتیم نزول است یا ضحک است یا استوا هست، افعال الله سبحانه و تعالی ثابت است، ما این را تشبیه نمیکنیم. وقتی که با افعال مخلوق تشبیه نکردیم، ظاهرا لفظش مثل که فعل رحیم هم برای مخلوق استعمال میشه، هم برای الله استعمال میشه. فعل علم یعلمو برای مخلوق هم استعمال میشه، برای خالق هم استعمال میشه. لکن علم خالق با علم مخلوق هیچ وقت تشبیه و تمثیل نمیشه. همین قسم رحمت الله با رحمت مخلوق هیچ وقت تشبیه و تمثیل نمیشه. به این شکل صفات افعال نزول و پایین شدن و مثلا ضحک و خوشحال شدن نیست، تشبیه نمیشه. اینا کسایی که تفویض نمیکنن و نمیگن که نه ما معنای از تفویض معنایش نه، معنایش ما فهمیدیم، بلکه کیفیتش، کسانی که تفویض نمیکنن برای اینا اول مشکلی پیدا میشه که اینا در تشبیه داخل هستن. چون آل در تشبیه داخل است، خود از تشبیه چه قسم خارج کنن؟ میگه ما تشبیه نمیکنیم. نه خیر، اگر تشبیه نمیکردین ضرورت پیدا نمیشد که تعویل بکنین. پس چون در ذهنشان تشبیه هست، این تشبیه ذهنی خودش چه قسم از بین ببرن، مجبور هستن که این تعویل بکنن. افعال خالقه با افعال مخلوق تشبیه کردن، برشان مشکل اعتقادی پیدا شد. از این تشبیهی که در ذهنشان است، از این خدا چه قسم بکشن؟ میگن تعویل میکنیم. پس این کسایی که تفویض نمیکنن، مشکل اولشانی است که باز اینا فرقی معوله هستن، تعویل میکنن. بسیاری از اینا چی میکنن؟ یا را تعویل میکنن و میگن بازی افعال، مثلا بعضی افعال و صفات است مثل عین، ید، وجه و افعال مثل نزول، صعود، مجیء، غضب و کلام، باز هر کدام از اینا را تعویل میکنن و معنای اصلی از این نمیگیرن، میرن معنای دیگی را برای پیدا میکنن. چرا این کارا میکنن؟ میگه والا اگر ما ایره بگوییم باز ای با امرای مخلوق تشبیه میشه. خب ما خود در اول گفتیم با امرای مخلوق تشبیه نکنین. وقتی که ذات الله را ببینین، ذات الله را وقتی که شما سخن بگین خیلی باید در کلش شما تعویل بکنین. چرا؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات. اما قسم که در صفات افعال گپ میزنی مثل که در ذات گپ میزنی. حالا مثلا ذات خالق و ذات مخلوق. حالا شما وقتی که ذات خالق میگین، ما میگیم ذات خالق کما یلیق بجلاله و عظمته، خالق متعال. اما قسم است که به جلال و عظمتش شایسته است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این قسم در افعال مخلوق هم میگیم که مثلا ذات مخلوق چه قسم است؟ میگیم ذات مخلوق به مو شکلی هست که به اونمو عاجزی و به اونمو ضعف مخلوق شایسته هست. پس کلمه ذات ما هم برای خالق متعال استعمال میکنیم، هم برای مخلوق استعمال میکنیم. لکن هیچ وقت ذات خالق با ذات مخلوق تشبیه و تمثیل نمیکنیم و ذات مخلوق با ذات خالق تشبیه و تمثیل نمیکنیم. از این خاطر بر ما مشکل پیدا نمیشه. عین مشکلی که در ذات پیدا نمیشه در صفات پیدا نمیشه. میگیم صفات نزول و صعود، مجیء، ید، وجه، این آنچه به خالق تعلق داره با جلال و عظمت خالق شایسته هست. ما معنایش میفهمیم، اما کیفیتش به الله تفویض میکنیم. از مخلوق کس
به مو شکل است که به مخلوق شایسته است. بنابراین خالق با مخلوق تشبیه نمیکنیم، مخلوق با خالق تشبیه نمیکنیم، مشکل ما حل میشه. اما مشکلی که کسانی که مشبه هستن اینا چون در ذهنشان تشبیه وجود داره، از این خاطر به خاطر فرار از این ذهن که اینا را مشغول نگاه میکنه، پس میگه مجبور هستیم ما این را تعویل بکنیم. وقتی تعویل پیدا شد، مشکل دومی پیدا میشه که تحریف باز میکنن، بالاخره معنا را از اصل تغییر میدن به معنای دیگر. مثلا یا حرف را زیاد میکنن، به عوض کلمه استوا میگن استولا، لام دایش زیاد میکنن. خب شما از الله که در العیاذ بالله و از رسولش که خوبتر میدانین عربی را. الله میگه استوا، اینا میگه نه ما استوا نمیگیم، استولا میگیم. استغفر الله. پیغمبر میگه استوا، اینا میگه نه ما یک لام زیاد میکنیم، به خاطر از اینکه ما استوا را قبول نداریم. متوجه هستین؟ پس اینا در ذهن خود مشبهه هستن، آمدن به خاطر فرار از ذهن خود چی شدن؟ اینا تعویل کردن، معوله شدن و وقتی که تعویل کردن مجبور شدن برای تعویل را پیدا بکنن. اینجا تحریف میکنن الفاظ و کلماتی که در قرآن آمده است و افعال ثابت شده خالق متعال تحریف میکنن، یا تحریف لفظی میکنن و یا هم تحریف معنوی میکنن. و بالاخره اینجا میشه که مشکل خطرناک دیگی برای اینا پیدا میشه که او مشکل تعطیل است. به خاطر ازی که مثلا به خاطر ازی که از او ذهن که برای اینا تشبیه هست از تشبیه فرار بکنن، تعویل میکنن. وقتی که تعویل کردن ید به معنای قدرت میگیرن. وقتی که ید به معنای قدرت شد، در حالی که قدرت صفت دیگه الله ان الله علی کل شیء قدیر اونجا ثابت است. لفظ قدیر و قادر او فعل الله آمده. پس اینا وقتی که ید به قدرت چی کردن؟ تعویل کردن، خود او صفت الله که صفت ید است تعطیل شد. و وقت تعطیل شد اینجا مشکل دیگه پیدا میشه که اینا فرقی معطله میشن. اینی قسم نزول تعطیل میکنن، مجیء تعطیل میکنن، ضحک تعطیل میکنن و استوا تعطیل میکنن و بسیاری از صفات و افعال خالق متعال چی میکنن؟ اینا تعطیل میکنن. به این خاطر یک قاعده اساسی که علمای توحید بیان میکنه که ما تمام اسما و صفات الله را به شکل توقیفی میشناسیم. لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نعطله. ما این را نمیکنیم، بلکه کیفیت معانی آن را به الله سبحانه و تعالی تفویض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.